سلام. ممنون که فیلم من رو تماشا میکنید. من در تایلند هستم. 2 روز گذشته من به دادگاه رفتم در تایلند. اومدم که مشکل رو حل کنم. مشکلی که من درست نکردم، کسی دیگه ای درست کرده. اون درست کرده این مشکل رو. روز گذشته هم دیدم یک فیلم گذاشته که داره از خودش دفاع میکنه. پس من همین حق رو دارم که از خودم دفاع کنم. ولی وقتی با من یک جا میشینه از خودش دفاعی نمیکنه و حرفی نداره. حرفی اگه داره فقط برای یوتیوب گفتن داره. 1 ماه گذشته که من با اون صحبت میکردم، اون به من گفت که بیا از هم جدا بشیم تا بذارم بچه ها رو ببینی یه بار دیگه. بچه هایی که برای منه، مال منه، حق منه دیدن بچه ها. شمایی که این فیلم رو دارید نگاه میکنید، آیا پدر نیستید؟ آیا مادر نیستید؟ یعنی شما همچین اجازه‌ای ندارید که بچه هاتون رو ببینید؟ حتی من دیگه نمیتونم باشون تلفنی صحبت کنم. تلفن اونها رو هم خراب کرده. چرا؟ این چه دلیلیه؟ یک بار میگه اگر از من جدا بشی میذارم بچه هاتو ببینی. من هم گفتم مشکلی با جدا شدن از تو ندارم. من و تو 2 بار ازدواج کرده ایم. 1 بار در ایران، دوباره 1 بار دیگه در ایران در سفارت تایلند در تهران. من مشکلی با جدا شدن از تو ندارم. من و تو الان 1 سال هست که از هم جدا شدیم. قانونا این حق رو داریم که دیگه کسی همدیگه رو دوست نداشته باشیم. من الان دارم این فیلم رو به زبان کشور خودم فارسی میگیرم، زیرش رو واسهتون انگلیسی توضیح میدم که چه چیزهایی میگم. وقتی اومدیم دادگاه 2 روز گذشته، اون ادعا میکنه که باید 140,000 بات تایلند به من پول پرداخت کنی. من با دادن پول مشکلی ندارم. مشکل من پول دادن به توه. به بچه هم هیچ مشکلی ندارم که پول بدم. من در این 1 سال گذشته 4 بار به تایلند اومدم، فقط برای دیدن آدرین و آنا، نه برای دیدن تو. اینها رو که نمیتونی بگی نه اومده. من اومدم مشکلی اگه باشه حل کنم. اگه مشکلی از طرف من باشه، که من هیچ مشکلی نداشتم، مشکلی که بوده از طرف تو بود نه من. در روز دادگاه هم این اتفاقات افتاد. باید حقیقت رو بگیم، نه چیز دیگه ای. حقیقت روز دادگاه ایشون ادعا میکنه که باید 140,000 بات بدی به من تا بذارم یه بار دیگه فرزندانتو ببینی، چون من دارم ازشون نگهداری میکنم. من هیچ موقع از تو نخواستم که از بچهای من نگهداری کنی. من به تو گفتم به تایلند برو؟ نه. تو به من گفتی خالم داره از استرالیا میاد، هزینه بلیط همه چی رو خالم داره میده، میخوام برم بچه‌هامو ببینم. منم گفتم برو، چه ایرادی داره؟ مثل گذشته که میرفتی. پس تو بچهای من آوردی به تایلند. با این موضوع هم من مشکلی ندارم. آدرین و آنا اینجا درس بخونن، خیلی هم خوبه درس خوندنشون. اگه اینجا اتفاق بیفته درس بخونن. مشکل دوم، من و شما هم دیگر رو تو اودانتانی دیدیم، درسته؟ شما با یک دوستتون اومدید اودانتانی، 3 روز هم هر روز می اومدی اودانتانی و برمیگشتی. من اونجا به شما 100,000 بات پول نقد پرداخت کردم، چون من در تایلند حساب بانکی ندارم که بخوام پول رو تو حساب خودم بریزم بعد انتقال بدم به حساب شما. که دیروز میگفتی نه این پول رو دریافت من نکردم. مشکل سوم من و شما تو دادگاه که به توافق نرسیدیم این بود. شما نزدیک به 800 الی 900 فیلم در ایران از من و خانواده من در یوتیوب گذاشتی. مشکل اصلی اینه که حالا که از هم جدا شدیم چرا پاک نمی کنی این فیلم ها رو؟ مگر از هم جدا نیستیم؟ مگر زندگی جدایی با هم دیگه نداریم؟ پس چرا فیلم های من پاک نمیشه؟ وقتی هم که تو ایران بودیم هم من یوتیوب داشتم هم شما یوتیوب داشتی. پول یوتیوب همه تو حساب شماست، نه تو حساب من. که تو دادگاه بدون اینکه مدرکی ارائه کنی میگی نه من این پولو پرداخت کردم، من پول ندارم، من فقط یک موتور دارم، بیا با هم دیگه این هم اگه دوست داری نصف کنیم. نه، من طبق مدرکی که دارم میخوام به دادگاه ارائه بدم. میخوام بگم که در 5 ماه
الا 6 ماه الا 7 ماه گذشته $5000 از یوتیوب من، پول من هنوز در حساب توئه. این که دیگه مدرک قانونیه، مدرک قانونی که تایلند از تو میخواد. من میگم تایلند هم باید از شما بخواد که از بانک حساب خودتون پرینت بگیرید، دادگاه نشون بدید. $5000 من هنوز داخل حساب شماست. چطور پس هنوز تقاضای پول میکنی از من؟ دیشب در فیلمت میگی نه اومده منو نمیخواد طلاق بده. چرا؟ من آمادم واسه طلاق گرفتن. کی گفته نمیخوام طلاقت بدم؟ من میخوام از تو جدا بشم، تو هم میخوای از من جدا بشی. مثل 2 تا آدم متمدن از همدیگه میخوام جدا بشیم. یک زندگی 9 سال گذشته با هم شروع کردیم، به تفاهم نرسیدیم. نه اینکه بیای هر روز دروغ بگی این نه اینه، اینجوریه اونجوریه. نه اینجوری نیست. خودت هم میدونی، منم میدونم که اینطور نیست. من و شما 9 سال گذشته با هم ازدواج کردیم، تمام شد. الان شما نمیخوای، منم نمیخوام، دیگه تمام شده. حتی یه چیز مشترکی بین من و شما هست، 2 تا فرزندمونه که آدرین و آناس. شما چون میدونی من واسه آدرین و آنا همه کاری میکنم، میخوای از من سوء استفاده کنی. ولی این بار دیگه اجازه نمیدم. این بار اجازه نمیدم که تو از من بخوای به خاطر بچه‌هام سوء استفاده کنی. یک روز میگی طلاق، اگه منو طلاق بدی میذارم با هم بچه‌هاتو ببینی. یک روز میگی نه اگه پول بدی میذارم بچه‌هاتو ببینی. من پولو پرداخت کردم طبق این مدرک. این مدرک قانونیه که میخوام پرینت بگیرم به دادگاه ارائه کنم. این سری که دادگاه بیای چیزهای زیادتری واسه سورپرایز کردنت موجود دارم. چون من دیروز به دادگاه گفتن پرینت بگیر، ما خودمون استعلام میگیریم که شما $5000 پول من هنوز تو حساب شماست. پول یوتیوب منه، نه پول یوتیوب تو. من با یوتیوب تو کاری ندارم. اگه کاری هم داشته باشم اون هم برای من نصف به نصفه، چون همه فیلم‌ها در مورد منه. تو اگه در مورد من صحبت کنی در یوتیوب میتونی پولی بسازی، چون اگه خودت فیلم بذاری 9000 10000 نفر میبینن. ولی وقتی در مورد من، خانواده من صحبت میکنی، این افزایش پیدا میکنه، نزدیک به 50000 نفر 100000 نفر تو رو میبینن. تو چیزی دیگه واسه گفتن تو یوتیوب نداری. دیشب نشستی جلوی دوربین به مردم تایلند میگی نه 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 من پول ندارم، که دوباره از مردم گدایی کنی، دوباره از مردم تایلند پول بگیری. چقدر دنبال پولی؟ من این بار دیگه مدرک قانونی دارم. این مدرک قانونی منه. مدرک قانونی منه که تو تلفن منه که به دادگاه ارائه میکنم. تو باید پرینت حسابتو بگیری. اگر من دروغ میگم، قانون تایلند در مورد من هر کاری میخواد انجام بده. ولی اگه تو دروغ بگی، قانون تایلند در مورد تو همون کار رو انجام میده. دیشب فیلم درست میکنی میگی نه من یک موتور فقط دارم، بیا اینو با هم دیگه نصف کنی. مورد 4، شما در 1 سال گذشته که از من جدا شدی اگه با من صحبتی کردی؟ نه. من هر روز دارم SMS صدای من هست که با آدرین صحبت میکنم. به مامان بگو اگه پول میخوای به بابا بگه. هر روز شما میگفتی نه من پول نمیخوام، ما پول احتیاج نداریم. درسته یا اینم اشتباهه؟ شما وقتی از ایران خارج شدی اومدی به تایلند، این پیامی که به من دادی که به دادگاه ارائه میکنم، باید این پول رو به من بدی. یعنی چقدر؟ یعنی $5000 رو باید 30% این پول رو به من بدی. من هم گفتم به شما پول نمیدم، این پول برای آدرین و آناس، نه برای تو. درسته یا نه؟ این مدرک میخواهم به دادگاه نشان بدهم. مورد بعدی که میخوام با هم صحبت کنیم، این مدرکیه که من و شما با هم دیگه صحبت میکردیم در اودانتانی. شما اینجا هنوز هم به من میگی عزیزم بیا خانه من، پیش من باش. شما فکر میکنی زندگی مثل یک فیلمه، مثل دروغ گفتنه. نه دروغ گفتن نیست. این دروغو تو داری میگی، نه من. این مدرکیه که به دادگاه ارائه میکنم، مثل $5000 که پولی که گرفتی. الان من $100,000 به شما پول دادم، شما میگی نه این پولو دریافت نکردم. شما فقط در اودانتانی یک موتور پلاستیکی خریدی برای آدرین، اون هم میشود 1000 بات. نه پول رو بگو. پولهایی که از من گرفتی، پولهایی که از من ساختی، پولهایی که به دروغ به مردم رو گفتی و ساختی، این پولها کجاست؟ پولهایی که فقط برای آدرین و آناس، نه تو.
اگر دوست داری ادامه بدیم، مشکلی من با ادامه دادن در دادگاه ندارم، هیچ مشکلی ندارم. هر چقدر هم هزینه‌اش بشه میدم. اگر میخوای این جنگ را تمام کنی، جنگی که تو شروع کردی نه من، میخوایی تمام کنی، مشکلی نیست. تلفن آدرینو درست میکنی، من آدرینو آنا رو ببینم بدون هیچ مشکلی، بعد برمیگردم کشورم ایران. هر سال هم به تایلند میایم برای دیدار با فرزندانم که آنها چه کاری انجام میدهند، چه کار میکنن، آیا درس میخوانن، آیا اینجا راحت هستن. هر روز نمیتوانی به مردم دروغ بگویی. یک روز میگویی آمده بچه ها رو با خود ببرد ایران، یک روز میگویی نه باید طلاقم بدهی، یک روز میگویی نه باید پول به من بدهی. نمیتونی این دروغ رو هر روز بگی. من احتیاج داره دادگاه تایلند به مدرک قانونی، این هم مدرک قانونیه. یک سورپرایز دیگه هم واسه دارم که اونم دادگاه است. یه سورپرایز بهتر دارم واسه تو دادگاه، سورپرایزی که نشون میده شما $3500 بنهای این $5000 شما از من پول دریافت کردی، امضا کردی، پلیس ایران شاهده هست که من آن را ترجمه کردم، به دادگاه ارائه خواهم داد. این پولی است که به حساب شما واریز شده در تایلند. حساب بانکی خود را نشان بده. دادگاه این را از تو میخواهد. چه زمانی، چه روزی پول به حساب شما واریز شده. پول یوتیوب من، نه یوتیوب تو. اوکی؟ بهتر حقیقت گفته بشه. وقتی هم که با من میشینی حقیقتی گفته نمیشه، همه چیز رو انکار میکنی. مثل یوتیوب همیشه بهت میگفتم در یوتیوب چه صحبتی میکنی بهت؟ میگفتی هیچی، مردم دوست دارن من اینجوری صحبت کنم. نه، هر روز در مورد من و خانواده هم صحبت میکنی. هنوز هم در مورد من و خانواده هم صحبت میکنی. چه کسی کمک کرد که یوتیوب به تو رشد کنه؟ من. چه کسی هر روز تو رو به مسافرت میبرد؟ من. چه کسی به تو پول میداد ایران؟ من. حقیقت رو بگو، حقیقت چیز خوبی است. این بهتر از اینکه بخوای هر روز دروغ بگی. مدرک قانونی معتبر موجود است. یک سورپرایز هم برای دادگاه دارم. اگر میخوایی این بازی تمام بشه، تلفن آدرینو درست میکنی، من فرزندانم را میبینم و بدون هیچ مشکلی به خانه باز میگردم. به دادگاه هم اعلام میکنم که دیگر هیچ شکایتی ندارم. اگر فکر میکنی میتوانی برنده شی با این مدارک جدیدی که من دارم، مشکلی نیست، تا آخرش ادامه میدیم. ممنون از تماشای این ویدیو. خیلی 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 ممنونم. قضاوت با شما قضاوت کنید.